بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز اول عید است، آمدیم تا دوستای پدر را بگیریم. سلام علیکم پدر جان. عیدت مبارک. روزه و نمازت قبول. پدر سلام علیکم. عیدتان مبارک. روزه و نمازتان قبول. اجازه است میگه یک دقیقه بشینم؟ نام خدا هفته و خوب گیر کردید. خوب هفته است نه؟ چطور هستی پدر؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ عیدت مبارک باشه. مبارک. پدر جان خودت خوب هستی؟ صحت خوب است؟ عید شما مبارک باشه. روزه و نمازتان قبول. خداوند طاعات عباداتتان قبول درگاهش کنه. زنده باشی پدر، سلامت باشی. چطور که در روز اول عید آمدید؟ والا مجبوری است که در خانه چیزی نیست برآمدیم. چند تا نان گفتیم پسش پیدا کنیم. پدر جان خودت خانه نشیشتی؟ خانه که بشیدم گوشتی چی میخله؟ فامیل چی میخله؟ این اینجا برابری که جور ما رو مسلمان بخره بس یک تکنم در خانه ببریم. خانه که نان نباشه بر مشکل است. خانه کیرویی. خودت با همت هستی، کار میکنی، زحمت میکشی، تلاش میکنی. مردان روزگار آرزوی بعضی چیزا از دلشان کنده میشه. فقط فکرشان در فکر روزگار است. ما امروز آمدیم برای از اینکه در وطن ما شما رسم است نه که آدم روز اول عید میره پیش بزرگای خود یک عید مبارکی میکنه، دستشان هم میبوسه. امروز ما آمدیم تا از شما با شما یک عید مبارکی داشته باشیم. دوستای شما را بگیم زنده باشی پدر، سلامت باشی. چطور است که امروز بریم پدر بخیر یک شارگشت بزنیم در روز عید؟ میری پدر کتمو؟ بریم بخیر، بریم خیر پدر، بریم. پدر جان سلام علیکم. عیدتان مبارک. روزه و نمازتان قبول. شما هم قبول شود. الهی آمین. سلامت باشی. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ کجا روان هستی در این روزی؟ میریم یک کار و بار پیدا شد دیگه. خرچه یه دینی میتونه یک چیز بود. بله پدرم در خانه می بودی که روز عید است، رخصتی است. در رخصتی دیگه که چیزی نباشه، خود رخصتی با او تو مردم است پیسه باشه، خود باد باشه دیگه. حال دیگان میوه خوش نگرفتی چیزی؟ هیچ چیزی قبولی نگرفت. نه کالاگکای نوتم نپوشیدی پدر؟ کالا که پیسه باشه دیگه، پیسه نباشه دیگه. قربانت شم. خداوند عمر طولانی نصیبت کنه. خیلی بیا کار کنیم خدا کنه. بیا امروز بریم که ما برات یک لباس ترتیب دیدیم او را بپوش. باز یگان چیزای دیگه هم برات میگیریم. برو بخیر خانه که 3 روز دیده در خانه رخصتی کن. خیر ببینی که این تو کار کنی تو خیر. صحیح؟ بره. پدر جان سلام علیکم. عیدت مبارک. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ جانجور است؟ زنده باشی، بخیر باشی. چطور که در این روز عید اینجا هستی؟ در این روز عید خودت اینجا هستی بوتای مردم رنگ میکنی. بجای از اینکه خودت باید بوتی نو بپوشی، کالای نو بپوشی. ندارم به خدا نیست که یک رخصتی میکنی پدر در این روزی؟ یک رخصتی میکنی؟ خانه میبودی؟ نمیتونم به خانه برم نان مرکی میده به خدا گیتی بودم نمیدونم. بیا که بریم خیلی کتما امروز. یک روز 3 روز رخصتی کن. کتما بریم. میرو صحیح؟ خودت بالای ما حقدار هستی. بیا که بریم 3 روز رخصتی کن. خودت برو یکان جای گشتک برو خانه های دوستا. صحیح؟ بریم بخی پدرم خیلی بخی.
رسیدیم به این مرحله که برشون یک توفه دیگه تقدیم کنیم. اینه اون بادامی سمیان کاکا خواه این نخواد باش که نقل اینه برای چاکلیت هم گرفتیم. زنده باشی بخیر باشی. اینه این چای کشمش هم هست باش که نقل هم مانم برات. اینه چاکلیت همراه چای بخیر. دیگه در روز دید در خانه فقط آنها چای دم کنن نوش جان کدر بود. زنده باشی. چاکلیت هم موندم. چاکلیت هم موندم. اینه که کلچر هم دیگه کاکن. خب اونجا باشه کارما شما خلاص نشدم. انشالله که رسید به همه چیز شد. زنده باشین بخیر باشین. سپاسگزاری میکنیم از از برادران و عزیز ما که در این برنامه ما سهم گرفتن. بسیار زیاد تشکر ازشان. فامیل محترم صمد از ملبورن استرالیا مبلغ 61600 افغانی مساعدت کردند. برادر محترم ما محمد از جرمنی مبلغ 7200 افغانی. برادر مهربان ما مسرور محمد از جرمنی مبلغ 7100 افغانی مساعدت کردند. بسیار زیاد تشکر ازشان که مجموعی پول مبلغ 75900 افغانی میشه که ما برای 10 تن از مردان کار امروز در روز اول عید رمضان براشون لباس گرفتیم، بود گرفتیم و همچنان یک تحفه عیدی و تا بال خلاص نشده. انشالله دست خالی شما رو روان نمیکنیم. یک مقدار عیدی دیگر هم براتون میتیم تا اینکه بخیر باز خانه یگان چیزایی که از یاد ما رفته خودتان بگیرید. این کاکن بریم بخیر برین عید خوب و خوش داشته باشین. بریم بخیر برین. این یکی دو اینم برای بخیر برین. یکی دو زنده باشین بخیر باشین. یکی اینه دو زنده باشین. یکی دو زنده باشین خیر باشین سلامت باشین. اینه سلامت باشین. 1000 اینه 2000 زنده باشه بخیر باشه سلامت باشین. به نظر مسعود کم بوده. سلامت باشید بخیر باشین. عید خوب و خوش ان شاء الله داشته باشید در کنار فامیل. زنده باشه بخیر باشین. بفرمایید.